کارمندان شرکت ایرس که نگاهبین راه را به دوش دارند با نشر چند نوار از برفکوچ یا ترمه‌های کلان خبر می‌دهند. حجم توده برف‌ها امسال به طور بی‌سابقه کلان و خطرآور نامیده می‌شود. هواشناسان خبر می‌دهند که روزهای 18 تا 22 ینور برف و باران زیاد خواهد آمد و کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هم از شهروندان خواهش کرد که در این روزها به ضرورت به منطقه‌های کوهی و ناحیه‌های نزدیک کوهی سفر نکنند. ولی با این وجود خواهشمندان سفر زیادند. مجبوریم همون راه ها چه نباشن مجبوریم برای کارهای خود ما ضرور ایدم مقصد هواپیما چخه؟ رسان هستم پرسیدم رسان هستم در همین شرایط مثلا نمیترسه که راه بروی دوشنبه روید؟ مجبور شدیم یکیش بیچاره проблема داره، کسلی داره، میمور داره، وای داره، مجبور میشه ما را زنگ میزنم و میگیم میبریم پیشکی میگیم که راه محکم راه پیروالو وای برف بردگی وای بردگی های شرایطشون نیست هم خیلی آدم رو ما میبریم ما دو روز باز نبر اومدیم از سبب که راه در حقیقت محکم بود از راه شده باشم راه باز بینای های زندگی مجبور میکنه که میخیزیم بروی راهگیرها از شهر خوجند مرکز ولایت سوخت به دوشنبه در چند روز آخر هم بالا رفته است. رانندگان راههای بسته و بالا رفتن قیمت حرکت در راه دوشنبه چناق را سبب افزایش مینامند. گروه دیگر میگویند تعدادی از مسافرکشها خودشان هر قدر خواستند قیمت را بالا میبرند. اگر چند روز پیش مسافران میتوانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه برسند، اکنون راهگیرها تقریبا 2 برابر افزوده است. یکی پاساژیر میشه میپرسه چانسون 250 میگیم یک قیمت چون که وقتی گاز قیمت میکنن بنزین قیمت میکنن نالوگ هم بردارن دیگه چیزا قیمت میشوه باید همه خب ترازو 55 سوم شد از 90 سوم میسپریم همه خب اومده این شافیور داد تاکسی دا گپشون بگذاره چرا قیمت میکنی بخیر فکر نمیکنه که ما عذاب میکشیم رولا میخپیم دو چش دا هوای میسو ابرنوک ما میریم. در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهگیرها در فصل زمستان بر اساس نرخگذاری وزارت نقلیات است. آن برای هر کیلومتر از 1.5 سامانی تا 3 سامانی معین شده است. ولی مسافران میگویند در بعضی موارد راننده‌های تاکسی از معیار تعیین کرده وزارت نقلیات زیادتر پول می‌ستانند. در این وضع مسافران پیشنهاد میکنند که شمار پرواز هواپیمای خوجند دوشنبه با نرخ دسترس زیاد کرده شود. حالا روز یک پرواز هست که شرکت سامان ایر انجام میدهد. بلیط های آن برای یک هفته آینده فروخته شده تا 530 سامانی نرخ دارد، در حالی که پیشتر همگی تا 400 سامانی بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.